رفیقه مانند یک دیگر نیست، در یادی دولتی دوست از دشمن اثر نیست. یاران برای یاری غالب بخر رقیبند، در زیسی عالمم نیست تا دوستان قریبند، دنیا ترانه. السلام علیکم دوستان بیننده های عزیز. میگویند میزند زنگوله زنگی آخرین نقطه میماند به دور کودکی. ما کنون خواننده نادان نیم، رهنمای ماست پند رودکی. البته هر آن ختم کننده مکتب بعد از چندین سالها گذشتن بعد ختم مکتب یاد می‌آورد در سنه 25 می همون روز ختم مکتب را. امروز باشد ما برای تبریک کردن 30 سالگی ختم مکتب 18 که سال تولد 1979 سالها امروز 30 سالگی ختم مکتب را جشن گرفته سازند در عمده دوستان. از نام مسافر همسنفانشان که در مسافرت هستند، از شهر اسرائیل از نام منیر آیتی، از نام نیگین آیتی، از فدراسیون روسیه از نام نیل ربایتی و زهرا آیتی میخواهیم امروز همسنفانشان را تبریک گوییم. همه سفر کنیم به کودکی هایشان، صحبت کنیم همراهشان و پیشکش شما کنیم. ما آغاز میکنیم. نقطه میماند به دور کودکی. ما کنون خواننده نادان نیم، رهنمای ماست پند رودکی. السلام علیکم خواننده های عزیز، استادان، معلم ها. السلام علیکم همسنفان. امروز همه شما در چشم همدیگر همون یکم صنف و صنف دهم را ختم کردگی ها. امروز سفر میکنیم به کودکی ها، به دور جوانی، به دور بیغمی زندگی. امروز همه شمایان را تبریک میگویم و عذرشان را میپرسم که با یک سبب معین با تشویش های زندگی که در مسافرت گشتند از نام 4 همسنفتان که در مسافرت هستند میخواهم همه شما را تبریک گویم. از نام منیر آیتی، نیگین آیتی از شهر اسرائیل، از فدراسیون روسیه از نام نیل ربایتی و زهرا آیتی شما را تبریک میگویم. سلام گرم جوشان را برای شما همسنفان میرسانه. جایی همسنف دیگر است برای همه کیا امروز 50 سالگی، کیا 60 سالگی، کیا 10 سالگی را، کیا باشد نو مکتب را ختم کردن. امروز 30 سالگی شمایان است. ختم کننده های سال 1979 سالها. بگذار همیشه اتفاق باشه، از صف همسنفان کم نشوه. خدا کند که همین 35 سالگی و اما 4 مسافرم همراهتان آمده یک جای جشن گرفتن نصیب کند. لایق فرموده است در روی ره گل پژمرده دیدم. لقد مال است و مینالد نهانی، زمان زیبی کاکول بودم اکنون جوانی. با جوانی با جوانی بدیدم نان پر از بالی کبوتر، به دستی مادرم با بیزبانی. بروی نان زده هر بار می گفت جوانی و جوانی و جوانی. جوانی مانند یک باد بوده است و میگذشته است. امروز شما را میبینم که بعد از چند سالها ما هم به خاطر شما میشویم. مانند شما امروز ما اندیشه داریم که چند سال پیش ما هم مکتب را ختم کرده بودیم. من معلمه حضور دارم، همراهشان صحبت میکنید. در چشم اینها حال شما کودک هستید. بگذار حاضر امروز برای خودتان زندگی کنید. کیفیت خوش همراه شما باشد، خورسندی خوشی ها همراه شما باشد. تا آمدن خیلی یک تقدیر است. عمر خیام فرموده بوده است روزی که گذشت از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر آمده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش عمر برباد مکن. حالتان امروز خوش باشد، حالتان امروز با خوشی زندگی گذارد. از دیدار همسنفان سیر شوید و سفر کنید به یک صنفی تا همون ختم مکتب.
سفر کنید امروز صحبت‌های گرم داشته باشید. چهره گرم دوستان غنیمت است. ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غنیمت. عمری روان است، خواهیم یا نخواهیم، صد شکر زندگانی بیغم بودن غنیمت. برای شمایان بیغمی زندگی را آرزو میکنیم. بار دیگر از نام مدیر آیتی، از نام نگین آیتی، از نام دلربا آیتی و زهرا آیتی ها شما را تبریک میگویم. بله کلاس کامی صنف کی بود؟ چقدر صنف بود در اینها؟ صنف اعلا بودگاشان معلوم که همه یک جای جمع شدیم. همه انسان ها برای ابرمردان آهلی، زربانوان زیبای آهلی که ما همه ازشان صاحب آیله خوشبخت‌ترین هستند. این تربیه نیک استادان است. تبریک میکنیم و یک کم حجویه از همه وقتی گذشته مکتب یادآوری میکنیم. میخندیم امروز این لحظه ها رو با تعریف مهر میکنیم. مرحبا. شما نبینن؟ نزدیک تر داشت. میخواهم که باز گویم نه 50 سالگی نه 60 سالگی نه 80 سالگی 100 سالگی با هم خدمت کنیم. اولا با همه خودتون اولادتون کسی چیز باشه فرزند کم کسی حضوری فرزند دکار بینه چی نیتی داره نیت خودتون برسه همونجا بدگی امسونا دویم سال سلامت باشه اولادتون کسی. اولا بار همیشه دوست دارم که در روزی نیک در روزی البته دستی کردن نکن همدیگر رو در یاد روشن نکن یا را آورده که عملی شود دویم اولی اگر بخار باشه من این نون نمکی که تشکیل کرده است اولا بار الهی برکه رحمت امی کار تشکیل کرده رحمت نون نمکتون و عزت ورمت کرده دو زده میخواهم که دویم اولا چیز باشه این روز بعد بینی این روز بعدتون این هم نقش اگر همین وجهتون رحمت اگر سلامت باشه و حیات تعلیم و تربیت دادگی انسان. حاضر همچون یا کنید همه 11 هم صنف هم صنف آدم پشتاشتگی بدینن. چشمی معلم هم پند است. پیر نمیشون از یکان شاگرد است. ولی همین معلم هم الان جوان میگردن. مرحبا. هم موتر همه روز که تبریک میکنم هم وقت صبح سلامت کردید توی وایلاتون که تیج آسایشته زندگانی بودن حضوری بچه ها رو ببینید وانا یک دریکتا دخترها حتی کنه شدگی یک دریکتا بابا شدگی هم موتر خونه بابا شدگی خدا نصیب کنند هم موتر صبح سلامت کردید تشکیل کردگی رو با پسر رو با رحمتی کلام تکلیفات رو با رحمتی کلام حالا من موتری تو مونده رفتم باید 3 روز رو دادم هر کاری کردم رحمتی کلام من موتر با رحمتی کلام راه درویم صبح سلامت کردم هر دما من این مدیره کردیم یش نتیگه شرکتی از دما کردنه هم باشون والا سورو جان یعنی دور با هم باشون صبح سلامت کردم رحمتی کلام رحمت معلم از نام خواننده ها عرصه بلندتر زنید. و اول نیز برای معلم توفه ها هست. برحمت برای معلم نیز توفه ها را تقدیم میکنیم از نام حسین خان. معلم ها قبول کنید مبارک شود. این رمزی تشکر است. مبارک باشد. این همش الهمان نهاله که با ما میکند و حاصلش رو میبینند. امروز شما حاصلی همی شاگردان رو میرسید. مبارک باشد برای هر دو استادان. راهبر صنف باشد از این کس بسیارتر معلومات پرسیده میشود. معلم از همه شوخه شما که بودن؟
شما رو نمی‌فهمه باید با شهریار که من دوست کردم بعدش کنی که بگید یک دو تا چیزی کنده نفیدست هم موشو از شما هم اوایل بازی رحمت همه تعریف بودو و وقتی مکتب بود شغل داشتن امکانش نیست نبود خب دلفراتی شوخی سیفی بود خب یک تا علممان خود یک حضر برای یک انکدوت برای یک لحظه مکتب اسم بیاریم خاطره ها با آمه احساس می از همه پر از عجیبه بودگیش آمد السلام علیکم همسنفکوی مهربون همه یکتون خوش آمده ایلوی معینه مول شبه و کم نشبه که خیلی شستکوی مول شبه نمیلویم خوش آمده معلم جان خوش آمده رحمتی کلون شما اونه تعلیم داده شما اونه تربیه کرده مول زیخ کرده گیم را معلم جان همه شما گفته مول زیخ کرده گیم مول تاشبای معلم پخته به معلم چخیل زیخ کردو بودونه پخته با من از حد خودم شما گفته ما کتی دیگه رو پدر رو برامت گفته معلم اونه جمع بکردم این سیفی شوک مهم بوده همین اوحالی به یک مرتب علاچی هم مهم بوده شوکش هم مهم بوده مهم پخته ها با همه گرم مهم بای بوده همه طرفه بوده بوده چه میلوم شما بین رحمت مسافر اکا با رحمت ایلوی سوخ رفتیان خلاناتا کشوری بچه کشون با بیان شما بین رحمتی خلان خوش آمده سلام علیکم رانندگان معلمان شمایان را با این 30 سالگیتان از تحت دل تبریک و مبارکباد نموده و شمایان و آینه‌هاتان خوشبختی اخلاق سلامت کرده هم اکثر بچه خود مصاب سلامت کرده هم خیلی روزای نقص هر سالی شبه هر سالی همه های حکومت شستن 30 سال بچه همون هر هفته مشنن بچه همون مشنن همه ها نمی حکومت سران بنشستن خدا با شکر بودگیاتون بایم شکر منم نقص شستن مسافرها بایم رحمتی کلان دخترها هم یکاتون با رحمتی کلان امروز در از زنی گل شده بدونامون هم های لیم سرد بدراید خجاینش که خوشا پیر شود ساق سلامت رفتن همه مسافرها ساق سلامت بیان رحمت سلامت باشه ما را با امروز جشن زادروزشان صدقا تبریک میگوییم و یک تحفه و سورپریز ها بوده است بنیادک گفتن رحمت و تشکر برای گلشدایتی برای دستگیریتان همیشه صحت سلامت باشه بار دیگر زادروزتان سالگرد عمرتان مبارک باشد مسافر همین است در جشن زادروز در بیرام و در عید و محفل ها در مسافرت است خدا در پناه شما را نگه دارد تمام مسافران عزیز و از پسر بچه ها بنیادک که تبریک میکنه از پسر بچه ها جان آمده بله تبریک کردن مرحبا رحمت کلام بزرگو دوستان عزیز همون رحمت شد مقصد از ششتن ما دیدن دیدار است و از این همه نام و نمک در همه جا بسیار است همسیفای عزیز همون رحمت شما با بودگاتون شکر من اگر 5 سالگی یوبیله بشتیم 5 سالگی با الهی 50 سالگی با اگر با موج داشتیم کم نشویم همه مسافر رفتگی هم صاحب رفتن سلامت بیان من کماندیر شهری ترکو هم موچون سلامت بیان معلم جان همه 50 سالگی یوبیله کنیم شما سری موبا معلمه که دیدون سر و برشون شنیدن هم 80 سالگی هم کنه این زیاده شد هم تو اومدم رحمت 50 سالگی با این زیاد شده شدیم نسل کنم من 5 سالگی شو سر کنم من بچه ده ولی همش پیش ولی رحمت
برای حالاتان خوش و خوشبخت گذاشتن میخواستم این لحظه ها را ما با تعریف مهر بکنیم. من جانانکه معلم گفتن معلمه گفتن خدا کنه که هم خیلی نشستا وقتی پیر شدم منم بیایم هم خیلی یک صحنه کلام شود و همین ویدیورالک را ما صحبت کنیم لیکن هیچ وقت یاد شما خالی نباشد. همراهتان هم خیلی هم نفس دوستان هم سینفان دوگانه ها همیشه باشند و معلم و معلمه در عشق باشند و با لحظه ها را به تعریف مهر سازیم. من بسیار خرسند میشم در آن جایی که پدر مادر را تبریک میگوییم، کتاب قرآن میدهیم و بعد از چند لحظه ها ما را تکلیف میکنند که از زیارت حج آمدند. خدا چنین عزیز کرده از شکر میگوییم و علی همون روزها رساند و باز علی همین لحظه ها را یاد بیاریم. در خدمت شمایان عثمان ویدیو هستند. میخواهم از آنها سرودهای رقصی را شود و همه را به رقص تکلیف کنیم، یک جای رقص هم خرسندی کنیم. اگر باز سخنهای تبریکاتی باشد به ملال میشنویم این لحظه ها را به تاریخ مهر میکنیم. سلام علیکم. سیمفونی عزیز خوش آمده و این وقتی 30 سالگی هم یکتون هم وقتی تبریک میکنیم جوکی باشه، سال باشه، سلامت باشه. اگر دورا کویم سال باشم سلامت بیام. هم یکتون باید که تیم شده با این زیاد شده 50 سالگی 80 سالگی باشیم. رحمت سلامت باشه. تشکر میگویم. برهمان اکنون سرودهای رقصی همه را به رقص تکلیف میکنیم. مبارک باشد ختم 30 سالگی مکتب. برهمان یک جای میرقصیم، فرصتی میکنیم. برهمان آسمان بر سرم ریزد باران عشق، آسمان بر سرم ریزد باران عشق، زیر بارم بیشتر از زندگی عمری من
سورپریزها زیاد. حاضر باز همراه فرزندانشان تحفه ها را برای شما رساندن. از مسافرت از اسرائیل از نام نرگس آیتی شمایان را تبریک بگویم و گفتن برای دختران نازنینمان برای همسینفانمان تحفه ها را رسانید. از نام الهمان نرگس آیتی برای شما دختران مرحبا. در اینجا تحفه ها هست. نفیس آیتی یک تا نمی شما میدونم در اینجا گرد نیلوفر آیتی حضور گرد یک تا تقسیم کنید. مرحبا مرحبا. نرگس کنی به اون برکت اجا تو خیلی پدر کن آدم خب همسینفان دو معلم رو میگیریم. در اینجا تورت هم آمده است. در همسینفان همه تورت رو برویم. مرحبا معلم خیزید شمایم و نشان باید. مرحبا جانی جان ای دوست راه بینم و لب آید تبسم تو چون خورشید درفشان ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. دوره های مکتب رو به خاطر می‌بیاریم یک جای تارت رو می‌بریم. مرحبا همسینفان مرحبا سراخیزتون همه یک جای. مرحبا مرحبا. همه یک جای.
مسافر همسینفانشان از نام موی رایتی، لیگ رایتی، دل ربایتی و زهرایتی امروزه با ختم 30 سالگی همسینفانشان را تبریک کردیم. همراهی شمایان به هم دیدیم. آقا باشید، خود را احتیاط کنید. سلامت.